فته سیب زمینی و بادمجون یکی از خوشمزه ترین غذاهای عربی که از خوردنش مطمئنم لذت میبرید. حتی میتونه یه مزه عالی هم باشه. بادمجونا رو یا با پوست یا اینجوری مثل من یکی در میون پوست بگیرید. بعد اونا رو باید مکعبی خورد کنید. 3 تا بادمجون رو این شکلی خورد کردم. ببینید بین ابعاد. بعد بهشون نمک زدم تا تلخیشون گرفته بشه. بهتره که بادمجون دلمه‌ای باشه. یه شیرجوش یا قابلمه کوچیک روغن کافی بریزید. اول سیب زمینیایی که مکعبی خورد کردیم رو سرخ کنید. بعد بادمجونایی که تلخیشو گرفتین و خشک کردین رو سرخ کنید. بعدم پیاز و فلفل شیرین رو سرخ کنید. میتونید این کارو توی ایرفرایر هم انجام بدید، اما سرخ کردهش یه چیز دیگه است. حالا همه اونا رو با جعفری ساتوری با هم دیگه مخلوط کنید و بذارید خنک بشه. نون میخوایم که من از نون تورتیلا استفاده کردم. شما میتونید از نون پیتا یا تافتون